متنی که ارائه دادید به تفصیل در مورد ماهیت دوگانه قدرت در دوران اشرافی و شباهت آن با دنیای امروز صحبت می‌کند. در ادامه متن بازنویسی شده شما را می‌بینید. رقص ظریف قدرت از دربار اشرافی تا دنیای مدرن. این بازی دوگانه و همیشگی قدرت شبیه به آنچه در دوران اشرافیت و دربارها جریان داشت، امروز نیز به قوت خود باقی است. در طول تاریخ، دربار همواره حول محور یک صاحب قدرت مانند پادشاه، ملکه، امپراتور یا رهبر شکل می‌گرفت. در این میان درباریان جایگاهی بسیار حساس داشتند. آنها باید به ارباب خود خدمت می‌کردند و در عین حال باید بسیار مراقب می‌بودند تا بیش از حد چاپلوسی نکنند. زیرا در این صورت سایر درباریان متوجه شده و علیه آنها دسیسه‌چینی می‌کردند. تصور عمومی بر این بود که دربار نماد تمدنی عظیم است. بنابراین هر گونه قدرت نمایی آشکار یا اقدامات مجادله برانگیز در نطفه خفه می‌شد. درباریان در سکوت و پنهانی علیه کسی که قدرت نمایی کرده بود توطئه می‌کردند. آنها همیشه دوگانه رفتار می‌کردند. در ظاهر الگوی وقار و متانت بودند، اما برای حفظ جایگاه خیش با ظرافت تمام به کثیف‌ترین شیوه‌ها به رقیب خود کلک می‌زدند و او را از سر راه برمی‌داشتند. یک درباری تازه کار به مرور زمان می‌آموخت که باید تمام کارهایش را غیر مستقیم انجام دهد. اگر یکی از آنها می‌خواست از پشت به دیگری خنجر بزند، این کار را با لبخندی زیبا و دستکشی مخملی انجام می‌داد. او به جای توسل به زور یا مبارزه آشکار، از طریق تظاهر، فریب، حیله و سیاست‌های بسیار ظریف به هدفش می‌رسید و همیشه به یاد داشت که باید چند قدم جلوتر را نیز بسنجد. زندگی شاهانه در دربار، بیش از آن که یک بازی بی‌پایان باشد، به نوعی جنگی داخلی به شمار می‌رفت. پیامدهای این دوگانگی در عصر حاضر. امروز نیز با همین دوگانگی روبرو هستیم. همه چیز باید در ظاهر عادلانه، پاک، آزادمنشانه و متمدن به نظر برسد. اما اگر جدیت خود را در این بازی نشان دهیم یا رقبای خود را افرادی ساده‌لوح بپنداریم، دیگران ما را فردی حیله‌گر تصور خواهند کرد. درخواستی که مطرح کردید به تحلیل عمیق ساختارهای پنهان قدرت و تعاملات استراتژیک در روابط اجتماعی مدرن می‌پردازد. این متن را می‌توان از 3 منظر کلیدی بررسی کرد: روانشناسی ارتباطات، روانشناسی اجتماعی و تحلیل راهبردی و استراتژیک. 1. روانشناسی ارتباطات. چهره‌ای خندان، دستی پنهان. این بازی دوگانه همیشه شبیه بازی قدرت در دوران اشرافی است. این جمله به وضوح نشان می‌دهد که روابط انسانی به ویژه در فضاهای کاری، سیاسی یا اجتماعی غالباً شفاف نیستند. انسان‌ها در ارتباطات خود از 2 لایه همزمان استفاده می‌کنند. لایه ظاهری اجتماعی شامل چهره‌ای محترم، مؤدب، همدل و دوستانه. لایه مخفی روانی که شامل رفتارهای محاسبه‌گر، رقابتجو، فرصت طلب و گاهی حتی مخرب است. در روانشناسی ارتباطات به این ساختار ارتباطات دوسویه متناقض double bind communication میگویند. فرد به طور همزمان پیام‌های متفاوتی را ارسال می‌کند: من با تو هستم، اما در واقع دارم تو را زیر نظر می‌گیرم، یا من لبخند می‌زنم، اما درونم در حال تحلیل ضعف‌های تو هستم. 2. روانشناسی اجتماعی. دربار مدرن یعنی محل کار، جمع دوستان، شبکه‌های اجتماعی. در دربار، درباریان باید به ارباب خود خدمت کنند، اما مراقب بودند که بیش از حد چاپلوسی نکنند. این بخش توصیف دقیقی از نقش‌های اجتماعی و رفتارهای نمایشی ارائه می‌دهد. در روانشناسی اجتماعی، این پدیده را نمایش نقش role performance می‌نامیم که از نظریه‌های اروینگ گافمن ریشه می‌گیرد. در واقع، هر فرد در محیط اجتماعی نقش خاصی دارد، مانند درباری، کارمند، دوست یا همکار. این نقش نیازمند اجرای دقیق یک نمایش اجتماعی است. اگر کسی از نقش خود فراتر برود، مثلا بیش از حد چاپلوسی کند، از سوی دیگر بازیگران طرد یا حذف می‌شود، درست همان گونه که درباریان اگر زیاده روی می‌کردند، هدف توطئه دیگران قرار می‌گرفتند. 3. تحلیل راهبردی و استراتژیک. چگونه قدرت را حفظ کنیم بیان که قربانی شویم؟ زندگی شاهانه در دربار بیشتر از آن که یک بازی باشد، جنگی داخلی بود. در اینجا وارد بازی‌های استراتژیک قدرت می‌شویم. اصل بنیادی این نوع بازی‌ها آن است که قدرت در دنیای امروز به صورت مستقیم به دست نمی‌آید، بلکه از طریق مدیریت برداشت perception management حاصل می‌شود. برخی قواعد این بازی از نظر استراتژیک عبارتند از: قانون 1. همیشه با دستکش مخملی حمله کن، یعنی هیچگاه قدرت طلبیت را آشکار نکن. از زبان بدن نرم، لبخند، تعارف و رفتارهای مؤدبانه برای پنهانسازی هدف واقعی استفاده کن. قانون 2.
هرگز خودت را در موضع حمله مستقیم قرار نده. در جنگ قدرت، کسی که مستقیم حمله می کند اغلب قربانی می شود. در عوض، با تاکتیک های غیر مستقیم، حریف را در موقعیت دفاعی قرار بده. قانون 3. از فضیلتگرایی به عنوان ماسک استفاده کن. در جامعه مدرن، کسی که ظاهراً پاک، عادل، آزادمنش و شفاف باشد، بیشتر اعتماد کسب می کند. اما بسیاری از این ظاهرها صرفاً ابزارهای استراتژیک هستند. تعارض روانی امروز: بازی کنیم یا قربانی شویم؟ اگر جدیت خود را در بازی نشان دهیم یا رقبا را ساده‌لوح ببینیم، دیگران ما را فردی حیله‌گر تصور خواهند کرد. این جمله عمیق‌ترین بخش متن است، زیرا به یک تناقض روانشناسی اجتماعی اشاره می‌کند. اگر صادق باشی، بازنده می‌شوی. اگر خیلی حرفه‌ای و محاسبه‌گر باشی، به متقلب بودن متهم می‌شوی. پس در این بازی باید هم بازیگر باشی، هم روانشناس و هم دیپلمات. نتیجه‌گیری نهایی به سبک تحلیلی و راهبردی: دنیای امروز یک دربار دیجیتال، کاری و اجتماعی پنهان است. در این فضا، افراد ظاهر دموکرات و متمدن دارند، اما زیر آن بازی قدرت، رقابت و نفوذ در جریان است. برای بقا و موفقیت در این فضا، باید قدرت درونی ساخت، اما قدرت بیرونی را پنهان کرد. باید بازیگران دیگر را شناخت، بدون اینکه کاملا خود را لو داد. باید هم صادق بود، هم استراتژیک. باید در برابر دروغ‌های زیبا چشم باز داشت، اما خود را قربانی احساسات نکرد. و نهایتاً، باید بلد بود با دستکش مخملی شمشیر زد.